حکم مسخره کردن دین برای خندانیدن مردم. سوال: بعضی آدما به خاطر شوخی یا خندانیدن دیگران سخن‌های میگویند که در آنها مسخره کردن الله یا که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا دین اسلام است. حکم چنین کار چیست؟ جواب: بسم الله. ما میگوییم این عمل یعنی مسخره کردن با الله یا که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا کتاب او یا دین او، حتی اگر آن به خاطر شوخی یا خندانیدن مردم هم باشد، کفر نفاق است. این همان چیزی است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز رخ داد. آنها بعضیها گفتند ما ندیده مثل این قرآن خوانها، یکی مثل شما شکمباشان کلانتر، سرشتی ها و دروغگویتر، ترسانچکتر در میدان، که آنها این سخنها را بر رسول الله و صحابگان کرام گفتند، با قاریای قرآن آنها را در نظر داشتند. پس در این حال بود که الله سبحانه و تعالی این آیه کریمه را نازل کرد: ولا ان سالتهم لا یقولون انما كنا نخوض و نلعب. اگر از آنها بپرسی خواهند گفت ما فقط شوخی و بازی میکردیم. ولی الله سبحانه و تعالی با پیامبرش امر کرد که بر آنها بگو: قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. بگو ای پیامبر بر اینها، آیا شما با الله و رسول الله و دین الله شما مسخره میکردید؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. دیگر عذر نیاورید، شما بعد ایمان آوردنتون، بعد ایمان داشتنتون کافر شدید. همین تا مسخره کردن با ربوبیت الله سبحانه و تعالی، پروردگار بودن الله، بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، وحی که از جانب الله سبحانه و تعالی است و همه چیزهایی که محترمند، هیچ کس حق ندارد با آنها بازی کند، نه با شوخی، نه با جدی، نه با مسخره و نه با خندانیدن دیگران. هر کی چنین عمل را انجام بدهد کافر می شود، زیرا این نشان می دهد که او نسبت به الله و رسولش و کتابش و دینش به احترامی کرده است. پس بر چنین شخص واجب است که زود توبه کند، از گناه خود آمرزش بخواهد و عملهایش را اصلاح نماید. باید به قلبش ترس و محبت و بزرگداشت الله را جای بدهد. والله ولی التوفیق. فتاوای شیخ عثیمین، مجموع فتاوا و رساله ها، مجلد 2 صفحه 156.